معرفی بازی یکی از پر مخاطب ترین ویدیوها اینه که تو بیا یک بازی رو به مخاطبینت بگی. حالا این بازی میتونه بازی‌های ساده و قدیمی باشه یا نه میتونه بازی‌های جدید و آنلاین و استفاده از تکنولوژی‌های جدید باشه. اما مخاطبین تو معمولاً از بازی کردن دوست دارن. چرا بازی کردن رو دوست دارن؟ چون از بچگی بازی کردن. گل یا پوچ، اسم یا فامیل، بالا یا پایین، استوب هوایی، فوتبال، بسکتبال، والیبال. خیلی از قسمت‌هایی از زندگیشون رو بازی ساخته و اومدن بالا. حالا تو به عنوان یک کسی که داری یه کاری انجام میدی میای میگی آقا این بازی رو انجام بدین واسهتون خوبتره. مثلا من به عنوان یک کسی که دارم به شما آموزش تولید محتوا میدم میگم آقا بازی اسم فامیل واسه تیتر زدن، واسه تامنیل زدن، واسه کاور زدن شما خیلی بهتون کمک میکنه. مثلا بیا اسم با ژ بگو، ژاله وسیله با ژ بگو. چی میخوای بگی؟ میبینی وقتی یه سری کلمات سخته واسه تو نمیتونی تولیدش کنی، نمیتونی بگی چیه، یا مثلا میخوای غذا با ژ بگی میگی ژله. ژله غذاست یا دسره؟ دسر رو جزو غذا حساب میکنی. وقتی میای ذهنت رو به چالش میکشی میتونی بیای از توش اسم و ایده واسه کارهات پیدا کنی. اما حالا این کار انقدر ساده است بازی کردن یا انقدر پیچیده است؟ یه سری بازی ها مثل اسفامیل ساده است، تو میگی و میگی که چرا واسه این کار ما خوبه. اما یه سری بازی ها سخته مثل مونوپولی که باید بگی آقا باید چه مراحلی رو طی کنی که بهش برسی. حالا شما بیاین بگردین ببینید که آقا به محصولتون، به خدماتتون، به مشتریاتون چه بازی بیشتر میخوره، بیاین از اون استفاده کنی و آموزش اون بازی رو بدین. تو این ویدیو اومدیم از چند تا تکنیک قبلیمون استفاده کردیم، من لینکش رو براتون میذارم این بالا. ویدیوی آموزش دادنمون استفاده کردیم، از ویدیو طنزمون میتونیم استفاده کنیم، از ویدیو پشت صحنمون میتونیم استفاده کنیم، از ویدیویی که الان داریم معرفی بازی میکنیم میتونیم استفاده کنیم. دیدی میتونی ترکیب چند تا از این تکنیک‌ها رو با هم انجام بدی و یه ویدیو فوق‌العاده بسازی، یا نه اصلا یه ویدیو نسازی، بیایید از ترکیب اینا 10 تا ویدیو درست کنی. پس به عنوان تکلیف این هفتهتون، این جلسهتون، برین ببینین که آقا محتواهای بقیه چی هستن، محتواهای مخاطبینتون که میبینن چی هستن، یک بازی که مناسب رشد مخاطبتون هست پیدا کنین و بهشون بگین که برین این بازی رو انجام بدین.